سلام علیکم. من نور محمد رجب هستم. من راستیگه به حد مشکلی زیاد دارم در زندگی. یعنی من گروه از یکم هستم. صاحب همسر، یک دخترچه، وضع اقتصادی هم کم است. من در اجاره میشینم. بنابراین از نفرانی که مرا میبینن میشنون احترامانه خواهش میکنم که با من کمک مالیه یا که خانه شخصی وای میکردن و من میدادم، چون که من به جاهای دخلدار مراجعت کردم، بخصوص به ناحیه بختر و زیرک شانیان مراجعت کردم. در همه جاش مرا به خیر نگرفتن، حتی سالن مرا علیک نگرفتن. در بنابراین من به دستگاه اجرایه مراجعت کردم. دستگاه اجرایه به شهر کشانیان یعنی ناحیه کشانیان مراجعت کرد که چاره این نفر بینید. با وجود این مرا دستگیری نکردن. بنابر همین نفرای منصبدار یا نفرایی که مرا از طریق اینترنت میبینن یا میشنون احترامانه خواهش میکنم که به من دستیاری خود را برسونند. و نفرایی که در خارج کار و فعالیت دارند، تاجرای بزرگ، من باوری دارم که شما مرا بینوا نمیمونید. بنابراین احترامانه بازم خواهش که مرا دستگیری کنید. شهر بختر ناحیه کشانیان مرا تماما دستگیری نکرد. به جماعت خودمون مراجعت کردم، دستگیری نکرد. در عید و جشنواره ها مواد آذوقه، پوشاکه، خلاصه پولی و مالی می شود. به من ناحیه کشانیان تماما بی‌طرف است. از رئیس محله مصر کرده تا حکومت ناحیه بختر، تا حکومت یعنی رئیس ولایت ختلان من بی‌طرف است. من بارها پشت اداره آنها رفتم با همراهی پدرم، همسرم، مادرم. هیچ نتیجه ندارد. بازم در آخر میگم که با من فقط اولا خداوند، بعد بنده های خدا با من سبب شد. من در بدر گشتم، گویا کوارتیر نشین هستم. مرا با یک سرپناه شخصی یعنی تامین کنم. من استقامت کننده ناحیه رودکی عینیال در ناحیه رودکی اجاره نشین هستم.